بسیار زیاد تشکر از شما جناب آقای هوتکی. در این پادکست ما همراه الهام عمر هوتکی، رئیس تدارکات ملی در حکومت پیشین، و من فکر میکنم شما برای مدت سرپرست اداره امور هم بودین، اگر اشتباه نکنم لطفا اصلاح کنین موضوعاتی مربوط به بگراند کاریتان را. هوتکی صاحب محترم، من میخوایم که در این پادکست در ارتباط یک مقدارش مربوط به بگراند کاری شماست. البته موضوعاتی که مربوط به سیاست و اقتصاد و اداره و تدارکات میشه و تخصص ما هم نیست و موضوع مورد بحث ما هم نیست. در ارتباط با بگراند کاری شما در مورد از که شما از تکنولوژی و سیستم های معلوماتی در اداره به کار بردین، موثریت اونا را مورد بحث قرار میدیم. یک بخش از این مربوط به اوناست. منتها بیشتر هدف این پادکستی است که ما شما در ارتباط با بک‌گراند کاریتان ای که چطور از یک وظیفه فوق العاده مدیریتی به سوی یک رشته که او بسیار تخصصی است، شاید یک از تخصصی ترین و یا تخصصی ترین رشته کامپیوتر ساینس است که شما به او سویچ کردین و آمدین به او دیتا ساینس و ماشین لرنینگ و ای آی است. و در اخیر اگر فرصت شود در ارتباط با هوش مصنوعی، رقابتی که بین کشورها خصوصا امریکا و چین وجود دارد صحبت بکنیم. البته موضوعات زیاد است، اگر به او موضوعات برسیم. سوال اول از شما ای است که شما به عنوان یک جوان که رئیس تدارکات ملی انتخاب شدین و بعدا هم برای مدت به عنوان سرپرست اداره امور کار کردین، چه ارتباط بین این بست ها و بک‌گراند تحصیلی شما وجود داره و چه چیز خاصی در ارتباط با شما وجود داشت که از میان این همه رقابت، شاید صدها و یا حتی بیشتر از او تقاضا که برای بست ها وجود داشت، به خاطر از اینکه در بستی که شما کار کردین در اونجا تقاضا از طرف وکیلا و زورمندا و یک جمع کلان از مافیا برای بست ها رقابت میکردن. اول از شما میخوایم بپرسیم در ارتباط با بک‌گراند کاری شما در کجا تحصیل کردین و چطور به این مرحله رسیدین؟ تشکر بسیار زیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از اینکه این فرصت مهیا کردین. من همیشه پادکست های می داشته باشم با دوستایی که علاقمند می باشن راجع به دست اول راجع به حکومت قبلی، تجربه های کسایی که در حکومت قبلی کار کردن، راجع به اونا معلومات دریافت کنم. البته ایره به معنای از این ما بی معلومات در اختیار مردم به خاطر از این میگذاریم که چون نسل نوی که رو به کار می یا نسل جوانی که در خارج از دیاسپورا یابانی کلان میشن و تربیه میشن، اینا حداقل دست اول به قصه و گپ‌های تاریخی که در چی گذشته بوده دسترسی داشته باشن. مشکل کلانی که فعلا در افغانستان وجود داره، کسایی که دست اول معلومات دارن و خودشون جزء ریفورمای بسیار کلان بودن، اکثر از اونها خاموش هستن. دقیقاً. کسایی که من به یاد دارم که از روزی که حکومت ما سقوط کرد، بسیار کسایی که زیادترین داد و فریاد در میدیا انداختن مفسدین و غاصبین بودن و کسایی بودن که من وقتی که میدیدم باز اینا در کجا جلسه میگرفتن، در کدام موضوعات بسیار جالب، تلویزیون های بین المللی اینا رو میخواست، باز اینا سر مبارزه با فساد گپ میزدن. باز من خنده میگرفت چون ما از اینا خبر بودیم که اینا در چی حالت دقیقاً. داشته بودن. به هر حال یعنی یک جرات منفی وجود داره در بخش مفسدین. چیزی که کسایی که ریفورمیستا بودن اکثرا خاموش هستن. ریفورمیستا دو نوع کسا بودن در حکومت ما در جمهوریتی که سقوط کرد. یکی از کسایی بودن که خود جوش بودن، آماده بودن و جزئی از اون ریفورم بودن، بخشای مدیریتی رو پیش می‌بردن. تصور می‌کردن که کار را که انجام میدیم تأثیرات از او کار خودش برای مردم قابل فهم است، ضرور نیست که برای از او تمام روز پروپاگاند بکنیم. بزرگترین باخت حکومتی ما که
باعث سقوط ما شد و همین خلای بین مردم و بین دولت زیادتر شد. این بود کسایی که در دولت ما واقعا کار میکردن، زحمت میکشیدن، مهم. متخصصین ریفورمستا بودن، اینا اکثرا خاموش بودن. اینا هیچ گپ کلان نمیزدن. در وطن ما یک اصطلاح وطنی است، دندوره نمیکردن برای کار خود، به خاطر که پیش از اون یک ذهنیت بود که برو چیزی که ما انجام میدیم تاثیراتی از او برای مردم قابل لمس است و برای مردم قابل محسوس است. مردم مهم. خودش میفهمه که ما چی میگیم، دقیقا. در حالی که تو نیست. در جوامع مثل افغانستان ولی که اکثرا مردم اه، پیش از اینکه موضوع رو بفهمن، پیش از اینکه در گوش خود دست کنن میدونن پشت به شکلی در مهم. قسم جوامع امی بیان کردن هر موضوع هر روز این بسیار ضروری است دقیقا. و یک فیلیر کلان نظام ما بود. یکی از موضوعاتی که ما نتونستیم کارهایی را که ریفورم ما انجام میدیم و از حال مردم به شکل درستش برسانیم که واقعا ما چی میکنیم. و کسایی که مفسدین بودن، کسایی که ما صدرایشان بودیم، اینا در اون بخش بسیار فعال بودن مهم. و منابع هم در دست داشتن و نمو منابع تلویزیونی هم در اختیارشان بود. بسیار تلویزیونهای کانال شما خبر دارین اونا به هزینه‌ای مقاصد زحمت میکشیدن، شب و روز برنامه داشتن، دیگه داشتن. خب این یکی از موضوعاتی است که سر از این میشه که صحبت کنیم. خب این شاید موضوع از این پادکست ما نباشه. مهم. من البته از نقطه نظر تحصیلات خود اگر بسیار قبل برم، اگر شما وقت دارید، من من تا که دارم شما که بر اندازه تا که صنف تا صنف نوع مکتب تا صنف ده یادم میاد همین بسیار خودمانی صحبت کنیم. اصلا من علاقه به ریاضی نداشت. مهم. یعنی من همیشه در ذهن و فکر من بسیار کتاب میخوندم، کتابای حقوقی میخوندم، کتابای دمو زمانی که من در مکتب بودم کتابای ناول میخوندم. یعنی زمان بسیار جنگ‌های داخلی بود و دیگه بود. در وقتا ما هم ناولا رو کرام میگرفتیم. مهم. هیچ فراموش من نمیشه. یک نویسنده مشهور بود، امیر اشیری، یک ناولای ایرانی که نوشته میکرد. باز فیلم و چیزا دیگه نبود، باز میرفتیم کرای، یک هفته کرا میگرفتیم، باز ناول میخوندیم. این علاقمندی خاص ما به بخش ادبیات و علوم سیاسی و بخش فرهنگ و به این بخشا به شکل طبیعی بسیار زیادتر بود. مهم. به علوم سیاسی زیادتر علاقمندی نداشت. به علوم ساینسی این زیادتر تحصیلات علاقمندی در کابل نداشت. بودن، درست؟ ولی در کابل، بله، ما در کابل کلان شدیم، موجه تولد شدیم، موجه کلان شدیم. جنگ‌های داخلی بود و باز چه حکومت اول از این مردمی که فعلا حاکم هستن، حکومت اول از یا بود. در اون زمان ما در کابل بودیم. ما هیچ گاه نبودیم از کابل. در کابل میشه زندگی کردیم، در کل جنگ هم در کابل بودیم. بارها خانه چور شده و سر خانه جور کردیم و سر خانه جور کردیم و عادی بوده برای ما این چیز. در صنف تا صنف نوع مکتب وقتی که من این معادله یک مجهوله رو میدیدم که می طور مثال 9x جمع مثلا 9x جمع 8 مساوی به 0 میشنی، اصلا عقل من نمیگنجید که می الف با رو که می ارقام چرا در یک قطار نوشته میکنم ایکس و وای خالف باست که دیجت چطور یک جای نوشته میکنم. بله، بله. مثلا و از من پدرم انجینر بود، خداوند ببخشش، و بسیار ریاضی زیاد میفهمید، بسیار علاقه‌مند بود. همیشه هم تا آخر عمر در مسلک خود کار کرد. خلاصه یک روز بودم امتحان ما بودم، از من سوال کرد یک موضوع رو میرفتم میخواستم امتحان بود، امتحان مکتب ما بود. دید که اصلا من بوی نمیبرم از ریاضی و از این چیزا، اصلا خبرم نیست. خب بالاخره من گفت که در کورس شاملت کنم باید تو درس یاد بگیری. اون موقع بود که من هیچ فراموش نمیشه، من در کورس استاد زلمه شامل، استاد نظر زلمه. اگر شما باشه استاد نظر زلمه دو تهمانی وقتی کورس داشت برای مردم آمادگی کنکور درس میداد. خداوند غریق رحمتش کنه. دو وقت مثلا فنو بودم، ما آمادگی کنکور نمیخواندم، من رفتم فقط ساده در ریاضی داخل شدم. مهم. برقمی که استاد تشریح ریاضی رو میکرد و برقمی که ما در مکتب میخواندیم زمین و آسمان فرق داشت. دقیقاً. من میگفتم که خیلی استاد چرا در مکتبای ما نیست؟ حالا ما در مکتب تا 9 صنف ما خواندیم، اصلا این استاد به این رقم تشریح نمیکنه و به این رقمی که استاد زلمه تشریح میکنه. خداوند جنت ها رو جایش کنه. به نظرم استاد زلمه وفات کردن. باز بسیار عمر من شاگرد استاد نظر زلمه ماندم، باز ریاضی رو پیشش خواندم. فیزیک استاد دیگه بود، در اونجا درس میخواندیم. کیمیا استاد تنیوال بود، در کورس ها درس میخواندیم. علاقمندی من به ریاضی زیادتر و زیادتر و زیادتر شد. مهم. و بالاخره ما فهمیدیم که ریاضی چیزی است که من واقعا زیادتر میتونم که ایره بفهمم، درک کنم. و از این اینجاش علاقمندی من شروع شد. در خانواده وقت کل قصه می بود که بچه لایق خانواده باید میرفت، بچه کلان لایق باید می بود، باید میرفت دکتر میشد، کلی دکتر میشد. بله. باز در امتحان کنکور که دادم انجینری رو انتخاب کردم. در خانه گفت چی رو انتخاب کردی؟ انتخاب اول گفتم و تبابت گفتم انتخاب کردم چیزی که شما میخواستید و اون رقم، در حالی که انجینری انتخاب کرده بودم. صحبت نبوده.
باز انجینری ما کامیاب شدیم. باز من بورس گرفتم، کشور روسیه رفت، بگذار کشورهای مختلف رفتم. در انگلستان درس خواندم، امریکا درس خواندیم، در کشورهای مختلف درس خواندیم، بسیار کورس های کوتاه مدت، دراز مدت در ژاپن گرفتیم، کشورهای متعدد رفتم و درس. علاقمندی ما به این ماند، یعنی از اونجا آغاز شد علاقمندی به علوم تکنیکی و ساینسی. بالاخره من رشته انجینری رو تکمیل کردم. در رشته انجینری هم من وقتی که درس میدادم، استاد اسیستانت پروفسور که بودم، در وقتهای فراغت که درس میدادم در بخش اپلاید ماتماتیکس کارهای تمرین همکاری میکردم که استاد ما برای شاگردا دیگه، اما ریاضیات تطبیقی که میگم. و خودت بهتر میدونی که در مسلکی که امروز ما شما هستیم، هوش مصنوعی، دیتا ساینس و به طور مثال دیتا انجینیرینگ، تمام موضوعی که مربوط به دیتا و هوش مصنوعی میشه، همه از استوار بر استاتستیکس، احصایه و بر ریاضی و بر احتمالات و بر همین مضامین تکنیکی هستند. اگر این بیس قوی وجود داشته باشه، بازی خواندن از این مسلک ها بسیار ساده میشه، بسیار بی مشکل، بی جنجال میشه. گرچه حالا روند دیگه هم شروع شده، لو کود و نو کود که میگن، نه که یعنی کسایی که هیچ اصلا آشنایی ندارن با موضوعات تکنیکی بخواین یک چیزی را یاد بگیرن از این بخش هوش مصنوعی، لیکن اون نتیجه نمیده. من حیث استفاده کننده، یعنی اما پروفشنال یوزرز که میگن، استفاده کننده موفق میتونه استفاده کنه از هوش مصنوعی، لیکن من حیث کسی که دیولپر از او باشه، من حیث کسی که اون بفهمه، در راستا شاید نتونه پیشرفت بکنه، به خاطر که اساس کلان ازی اما بیسیزی باید در بخش ریاضی و احصایه و probabilities و احتمالات این بخش باید وجود داشته باشه، فیزیکس علاقه وجود داشته باشه. خیلی محترم، بسیار زیاد. در این قسمت ما شما موضوعاتی بسیار زیاد داریم که سرش با جزئیات یا، صحبت کنیم. فقط درست است. ما در این قسمت میخواهیم که یک ارتباط بین شما بگراند تحصیلیتان را تشریح کردین که انجینری خواندین. ما میخواهیم که یک ارتباط بین ازی و به عنوان رئیس تدارکات ملی یا، من میایم همیشه دفعه آیستا آیستا. یک کلمه ای را به عنوان کلمه آیتی را، فایروال را در قسمت به کار ببرم که تدارکات ملی در حقیقت یک حیثیت یک فایروال را در برابر همه کسایی که اونا زورمند بودن یا به نحوی میخواستن که پروسه های تدارکاتی را دور بزنن و نفوذ بکنن، شما عمل کردین. ما میخوایم یک ارتباط بینزی برقرار بکنیم، باز همینطور است ما شما. درست است. بعد از بخش انجینری، در بخشی که در انجینری من تحصیل میکردم، در اون زمان ما علاقه‌مندی خاص به بخش تکنولوژی منیجمنت در بخش انجینری داشتیم. باز کابل ما آمدم. در کابل ما کریرم از سایت انجینیر شروع کردم. سایت انجینیر و مقرر شدم یکی از کمپانی ساختمانی. یکی از پروژه ما در پلچرخی داشتیم، همین بارک ها را جور میکنند. در اون زمان ما در اونجا سایت انجینیر بودم. ما است باز ما پروژه کابل جدید آمدم، امتحان دادم، باز طرف جایکا چی شدم، به جایکا اپلای کردم. دو وقت جایکا بستای مختلف خالی بود. باز دیپیوتی پروژکت منیجر مقرر شدم. بعد از اون پروژکت منیجر جایکا مقرر شدم و بعد از اون تا به سینیر ادوایزر در اداره جایکا پیشرفت کردم و در بخش کابل متروپولیتن پروژکت. اصلا کدام سالا بودن شما برگشتین به کابل؟ 2010 دیگه، از 2010 تا به 2014 رو براتون قسم میکنم. در بخش کابل جدید و انکشاف کابل بزرگ پروژه بسیار کلانی را طرح و دیزاین کردیم. فیزیبیلیتی استادی بخش آب و بر خود حوزه بزرگیابی کابل تکمیل کردیم. در این بخش ما نه تنها در بخش های انجینری ما فعالیت میکردیم، در بخش های شهرسازی ما فعالیت میکردیم. و بخش های شهرسازی یکی از عناصر کلان از بخش های اقتصاد شهری است. هر پروژه انجینری که شما دیزاین میکنین یک یک کامپوننت، یک عنصر خاص چی داره، اقتصادی داره. انجینرها یکی از زیادترین زحماتشان این باشه که هر دیزاینی که انجام میدن، اقتصادیت از او باید همیشه مورد بحث قرار میگیره. این نه تنها موضوع تکنیکی رو ما مورد بحث قرار میدادیم، بلکه اقتصادیت از او هم مورد ارزیابی قرار میدادیم. با لزوم اداره زون پایتخت ایجاد شد که چندین 5-6 ولایت مرکزی را تحت یک چتر می آوردن و ما میخواستیم که افغانستان را به شکل زونوار انکشاف بدیم و این من حیث یک نمونه موفق ایجاد کنیم. اینمی بریاری که بین ولایات وجود داره، یعنی این ولایت فلان کیست یا عزیز تو، اینمی خود ازی که مردم جدا کرده، ما این رو آیستا میخواستیم از بین ببریم. موضوع تدارکات موضوع ریفورم بود. وقتی ما به اداره تدارکات رفتیم، یگانه
علتی که ما به اداره تدارکات رفتیم موضوع ریفرم تدارکات بود. ما در پیش از اینکه به اداره تدارکات بریم، ما یک گروه خرد تکنیکی در سطح حکومت افغانستان داشتیم، دو سه نفر بودیم. دیجیتال ترانسفورمیشن کمیتی می‌رفتنش. کمیته دیجیتال سازی، یعنی که چگونه افغانستان هر ادارهش دیجیتال بسازیم، چگونه و کل دیجیتال سازی هدف ما این بود که یک کارا رو سریعتر بسازیم و سرتر بسازیم. کمیته یک دولتی شفافیت. بودن که این کمیته که صحبت میکنید، درست؟ بله همین کمیته دیجیتال سازی کمیته دولتی بود، درست؟ بله کمیته دولتی بود. در سه نفر ترکیب بسیار خرد داشت. دکتر صاحب کریمی بود وزیر صاحب مالیه در زمان، که هنوز وزیر مالیه نبودن، مشاور رئیس جمهور بودن. جاوید رسولی صاحب یکی از دوستای بسیار صمیمی ما، بسیار وقت شده است پیش اول ندارم، بعد از سقوط در جایی که باشن آرام و خوش باشن، رئیس اداره احصای مرکزی بودن. بعد از اون ما بودم. ما سه نفر بودیم که در این راستا زحمت میکشیدیم و اولین استراتژی دیجیتال سازی افغانستان هم دمی جناشته کردیم، دمی کمیته که بودیم، که در این ادارات متعدد ما مورد بحث قرار دادیم که تا چی اندازه ما میتونیم پروسه رو روشن بسازیم. مشکل ترین موضوعی که ما میخواستیم با فساد مبارزه بکنیم یا ریفورم بیاریم این بود که پروسه همیشه گنگ می بود. به اداره مراجعه میکردیم، عریضه تا میدادیم، قدم بعدی معلوم نبود. اونجا باید یک چیز زیر دست رشوت میدادین، امو پیادگک یا کسی که اونجا وجود میداشت که بازو برات میگفت که مکتوبه که رئیس امضا کرد، باز به کدام دفتر دیگه ببری. یا باز بر از یک راگه که خورد دیگه معلوم بود که اگر پیش از او دفتر رو نمیتونی بری، باز یک راه دیگه است که مرا بتی ما مکتوب برات پروسس میکنم. یعنی ما میخواستیم که همه این مپ شن و این پروسه برای مردم آماده شه که مردم این پیسه رو نترک، حالا چرا این کارو میکنی. یکی از پروسه موافق از این موضوع ریاست پاسپورت، یک جنرال آماده بود این پروسه رو بسیار شفاف ساخته و دیجیتال بر کل مردم گفته بود که هر رقم باشه این پروسه است. او دیگه کدام شفاف سازی خاص نکرده بود، این پروسه خود مپ ساخته بود، مپینگ این پروسه را کرده بود، همین به مردم تشریح داده بود که فقط این قدم اول ما امضا میکنم، باز اینجا میره، باز اینجا میره، در 3 روز پاسپورت. بگه داره بسیار موفق هم بودن داره پاسپورت. بله یعنی فقط موافقتشون در این بود که اینمی پروسه اداری خود ساده ساخته بود، مپ کرده بود، دیجیتال ساخته بودیش، میره برای مردم فهمانده. ما هم در ادارات مختلفه میخواستیم همین کار انجام بدیم. یکی از مشکلات کلانی که در تدارکات وجود داشت از نقطه نظر انجینری که با انجینری بسیار ربط مستقیم داره. شما تدارکات تنها کسی را میارین که اقتصاد بفهمه یا تنها تدارکات بفهمه، او تنها پروسه را بسیار خشک بررسی میکنه. دقیقاً. یک پروسیجر میگیره، قدم اول تدارکات چی شده، سه بد آمده، سه بد کم نبوده، آبی خیلی است که قیمت اول داده که قیمت دوم داده، سه مطابق پروسیجر زیرش امضا میکرد میرفت. 14 سال 15 سال تدارکات افغانستان به می رقم شکل مفسدانه پیش رفته بود که مردم تنها پروسه تدارکاتی رو بررسی میکرد که مطابق از اون قانون باشه. دیگه که در پروسه چی قصاص صورت میگرفت پس پرده او رو کس غرض نمیگرفت، به خاطر از که نالج تکنیکی از اون نمیداشتن. در افغانستان بزرگترین تدارکات ساختمانی بود. بزرگترین فساد در این صورت میگرفت در تدارکات خرد و رزق، کلش مربوط ادارات دولتی بود. یعنی تدارکات ملی پروژه کلانی که بالاتر از 100 میلیون افغانی می آمدن اکثرا تدارکات ساختمانی می بود. یعنی تدارکات من بر شما بگم تا زمانی که ما تدارکات ایجاد کردیم، تدارکات ملی را، یک سرک به 1.2 میلیون دلار هم جور میشه، 1 میلیون دلار هم جور میشه. برای کسی که تدارکات انجام میداد برای بی تفاوت بود، او دقیقش نمی بود، او میدید سه بده اداره را تای بکنن. بله ما تنها برایشان اهمیت ای داشت که چطور پروسه اداری تای شوند. ریزالت از و نتیجه زیاد اهمیت نداشتن برایشان. نه تنها ریزالت و نتیجه. تا مثال براتون بگم، سه بت می آمد، یکی نرخ 1.2 میلیون داده، یکی 1 میلیون داده، یکی 1.1 میلیون داده، یعنی 1 میلیون برنده است. بسیار خوب از نقطه نظر تکنیکی هم جواب دیست آفرشون. خلاص میگفتن که نمی برنده شد. هیچ کس سوال نمیکرد که خودت که یک سرک را که 18 متر بردار یا 12 متر بردار 1 کیلومترش به 1 میلیون دلار در کجا چرا کم جور میکنی؟ در نیویورک جور میکنی، ایرا در کالیفرنیا در سان دیگو جور میکنی، در کجا جور میکنی؟ خب وقتی که اینه میره شما سوال کنین، کوششن کنین، اینه میره کس سوال کرده میتونه که همو دومین نالج که میگنش به انگلیسی، یعنی علم تخصصی همو بخش داشته باشه. ما بلا کوانتیتی را بلا احجام هم میخواستیم در بخش تدارکات. خب
این پول در کجا مصرف میشه؟ در حالی که در آخر روز میفهمیم چی میبود، همین سه بده که آمدن میبود در دوی بین خود جرامت بیش. جالب بودن. نه اینا می آمدن هر کدامش اون میگفت که تو این دفعه دی پروژه تو برنده باشی، بازو برنده میشد، قسط تو تای دیگر هم میداد خلاص. بگم به خاطر که سرک و 3 لک دلار جور میشه در اصل، یعنی اونجا یک مارجین بسیار کلان دیگه اونجا وجود داشت. و ما صرفه‌جویی که میخواستیم در تدارکات بکنیم به ایست که بسیار دست ما بسته بود از طرف کمک های خارجی. ما میخواستیم در مصارف داخلی خود صرفه‌جویی بکنیم که از برکت از این صرفه‌جویی پروژه زیادتر دیگر را پیش ببریم. امروز پروژه ها به شما میشنوین در سراسر افغانستان حکومت فعلی که دقیقا این افتتاح میکنه، اون افتتاح میکنه، این افتتاح میکنه. این پروژه در زمان حکومت ما شروع شد، از برکت صرفه‌جویی تدارکاتی شروع شد. این پروژه آب، ما 100 بند آب کوچک شروع کردیم. پروژه کشتی پر شما میبینید دیگه، پروژه بسیار کلان از برکت تنها 980 میلیون دلار تا روزی که ما اداره تدارکات تحقیق کردم 980 میلیون دلار ما صرفه‌جویی که تونسته بودیم خود ما ارزیابی کنیم به دست آورده بودیم. مثلا 80 میلیون دلار یعنی پولی بود که اگر ما نمی بودیم بین مردم های معلوم بود که کی تقسیم میشد. بسیار خوش معلوم بود که ما با یک بریر چی شده. لذا میخوایم براتون بگویم که بک‌گراند تکنیکی انجینری با تدارکاتی که ما در افغانستان داشتیم بسیار رابطه مستقیم داشت. از برکت اینمی بک‌گراند تکنیکی انجینری بود که ما تونستیم که سوالات زیادتر رو سوال کنیم از کسایی که برای ما پروژه تدارکاتی خود رو می‌بردن. ما تدارکات نمی‌کردیم، ما نظارت بر تدارکات می‌کردیم. تدارکات خود ادارات خودشون می‌کردن، بیدینگ انجام میدادن، باز نتایج برای ما روان می‌کردن، ما ارزیابی می‌کردیم، به کمیسیون تدارکات می‌دادیم. در ارزیابی ما فقط بعد از این تنها سوال نمی‌کردیم که مطابق پروسیجر تدارکاتی همین صورت گرفته درست است. سوال می‌کردیم خب تو برای ما بلجام بیا که چطوری این سرک 1 میلیون دلار تمام میشه؟ چطوری بیلدینگ کل دنیا $250 فی متر مربع تمام شده ساختمان است، شما $900 تمام شده برتانی ساختمان. چی ساختمان کردین؟ این کدام ساختمان به خاطر بنکر اتمی جور میکنین؟ چی جور ما میکنین؟ در کنترل عادت میکردین امی پروسای تدارکاتی که انجام میدادن. دقیق این کار بود. بالاخره اینجا بود که بر شما بهتر معلوم است دیگه که مقاومت ها زیاد شدن، زیاد شدن، فشار سر ما زیاد میشد. به هر حال کسایی که ریفرمیست در حکومت افغانستان بودن اصلا از فشار نمیترسیدن، بعد بخش سیاسیون از فشار میترسیدن. همیشه ریفرمیست ها چیزی نداشتن برای از دست دادن، میخوام چی میکنن آخر روز. چیز سیاسیون بودن که از فشار میترسیدن. خب ما به مورد کم ادامه میدادیم. چیزی دیگه که در ذهن ما بسیار آمد و بسیار مهم بود در پروسه تدارکاتی که این مبارزه که ما میکنیم علیه فساد، این مبارزه باید نهادی نشه. یعنی اگه ما سوار روز نباشیم کسای دیگه که میگن، از اون خاطر بود ما اولین بار تدارکات الکترونیکی را آغاز کردیم. اولین تدارکات فراموش نمیشه، اولین بدنگ الکترونیکی رو ما کردیم. یعنی بسیار جالب بود. ماشین در زمان تصمیم میگرفت که کدام بد بکی برای بدون از اینکه انسان دیش کدام دخالت زیادتر داشته باشه. تمام از دو ثبت میشد، بدین صورت میگرفت، در روز به نفر گفته میشد کی برنده شد کی نشد، مشخصات از اجناس در کلش درج میبود. یک سیستم بسیار مغلق پیچیده. جالبش چیز امی سیستم 12 میلیون دلار آفر داده بودن بر بانک جهانی که باز ما جور میکنیم و این جور میکنیم در طول 7 سال. توسط تیم خودتان درست؟ بله این از جای خریده بودین، آوتسورس کرده بودین یا توسط تیم خودتان؟ آره به همین گپ میزنم. وقتی که گفته شده بود از طرف حکومت افغانستان که ما بدین تدارکات الکترونیکی جور میکنیم، باز یک گروه از بانک جهانی بود و متخصصین دولت افغانستان در ارزیابی کردن، باز گفته بودن که قیمت از این حداقل 12 میلیون دلار میشه. بازی 7 سال در بر میگیره تا که صورت بگیره. دیگه ما که به ریاست تدارکات آمدم، باز وقتی که ارزیابی کردیم ما دیدیم که قصه بسیار قصدن نمیخواد. هیچ کس نمیخواست تدارکات الکترونیکی شه. کی میخواست تدارکات الکترونیکی شه؟ خاطر که در انسان ها خب بازم هم امکان داشت که قدم اینفلوئنس کنی، تاثیرگذار سرش باشه که از او چیز سوء استفاده صورت بگیره. در تدارکات الکترونیکی خود چیزی کدام نمیتونی، ماشین تصمیم میگیره. و ما کل پروژه رو تقریبا در 4.5 لک دلار تکمیل کردیم و نه متخصص خارجی بود نه کدام نابغه دیگه بود. یک امتحان از بچهای پلیتکنیک بود، هیچ فراموش نمیشه، بخش فاکولته کامپیوتر ساینس. یعنی هر کدام از اون نابغه بچه‌ها بودن. تقریبا 12 15 نفر بچه‌ها استخدام کردیم از اون فاکولته، همین فارغین. و همین سیستم الکترونیکی رو خود ما این هاوس شده تدارکات ملی جور کردیم. در 6 ماه 7 ماه جور شد، لانچ شد. و این پایلک که ما براتون میگم، یعنی مصرف کلاود و تمام کامپیوترها و سرورایی که بر از اونها ضرورت بود و ماش از این کل از این براتون مصرف شده. من همون مصرف براتون میگم.
یک قیمت منطقی است برای پروسه بله. یعنی تمام از اون با نظر داشت از اینکه ما ماشای خوب هم میدادیم در تدارکات همه زیر یعنی مد نظر گرفته بر شما ما یه تانستیم لانچ کنیم و یه مدل باید جورش کردیم. مدل اولش تدارکات بر اجناس بود، بعد از امور ساختمانی مدل دیگه‌ایش می بود. لیکن وقتی که هر روز ما این موضوع رو نهادینه می ساختیم و همچنین موضوع سومی را که ما جور کردیم دسترسی به اطلاعات بود. ما یک پورتال جور کرده بودیم، آنلاین پورتال، ای پورتال بود از تدارکات. مهم. کل چیز اونجا پابلش میشد، کی بده کی بد کرده بود، چند قیمت بود، چطور تصمیم کی گرفته شد، منس جلسه کمیسیون تدارکات. یعنی تمام از این چیزا که هیچ از اون انفورمیشن از اون معلومات مانیپولیت نمیشه. مهم. این خود از این چیزایی بود که نه تنها مفسدین بسیار بسیار مردم خوش نبودن به از این کارهایی که ما انجام میدیم. در این قسمت تکیس محترم یک اتهامی که به اداره شما او زمان وارد بود یادم است که مثلا وکیلا میگفتن از وزارت خانه میگفتن که شما قصداً در پروسه تدارکاتی در مثلا تدارکات های خاص ایرا در حقیقت پندینگ میکنین یا به تاخیر میندازین، در حالی که تمام پروسه ها از طریق سیستم واضح و شفاف بود و کدام جای شک وجود نداشت درست؟ این خو ما هر روز از ما یک ترکر آنلاین داشتیم مهم. و این پابلیک بود. در این پورتال ما پابلیک به چی هر کس به او دسترسی داشت. در اونجا نشان میداد که پروژه از کدام روز داخل سیستم شده و تمام مپینگ پروسه است در کدام حتی در داخل اداره ما در کدام ریاست چند روز تیر کرده. مهم. بسیار عالی. ما برای هر پروژه به همین شکل این آنلاین پابلش میکردیم. مهم. مشکل کلان دیگه چیز می بود. مشکلی می بود وقتی که برای ما پروژه می آمد، مثلا پروژه بسیار وقت یک پروژه چند بند آمده بود، یک 5 بند میخواستن تدارکاتش بکنن، نه که ما رفتن در تدارکات ملی. مهم. ما که چک کردیم بندا اصلا خب اول که منطق تکنیکی نداشت این بندا، خاطر که هیچ نوع مطالعات دیگه برای از صورت نگرفته. یک جای میخواین بند بزنن، خود بازی از این بند چی میخواین بکنین؟ زراعت، آبیاری، برای آب نوشیدنی ضرورت است. آیا چقدر مستفید شونده داره؟ همین بندی را که در 20 میلیون دلار جور میکنین، 25 میلیون دلار جور میکنین، بندا چند نفر از این مستفید میشه؟ مستفید شونده چند نفر است؟ یعنی یک بندی که در 20 میلیون دلار جور میشه مستفید شوندهش مثلا 10,000 نفر باشه و بند دیگه که در 5 میلیون دلار جور میشه مستفید شوندهش مثلا 2 لک نفر باشه، کدام از برای شما اولویت میداشته باشه؟ اما که با پیسه کم و مستفید شونده زیاد. و این سوالی که میکردیم پس دوباره که روان میکردیم به وزارت انرژی و آب در زمان، وزیر صاحب با این موضوع برخورد سیاسی میکرد. او تصور میکرد که ما با این دشمنی داریم که ما شما میگفتیم ما هیچ برخورد سیاسی در این موضوع نیست. شما برای ما بسیار واضح جواب بدید که نمی بنده که نمی جو میخواین جور بکنین به 20 میلیون دلار 25 میلیون دلار، از کدام نقطه نظر فیزیبیلیتی یعنی امکان پذیری منطقی و تکنیکی داره. با تمام کسایی که پروژهشون رد دوباره روان میکردیم، اینا چی میکردن؟ اینا به برخورد سیاسی میکردن. این وزرا فرمایشات وعده های داده می بودن در جریان انتخاب برنده شدنشان به وکلا. مهم. وکلا سر از فشار میاد پروژه ما کجاست. اینا تدارکات میکردن برای ما روان میکردن، از می روزی که روان میکردن برای وکیل گزارش میدادن که ما تدارکات ملی روان کردیم. مهم. ما که به سبا کامنت میدادیم پس دوباره برشون روان میکردیم که نه جواب زیر بده. اینمی پروسه را پس دیگه کس گزارش نمیداد مهم. میرفتن که مثلا. که با سبای شما هر کس که از اون نفر پرسان میکرد اون میگه پیش ما خلیص پیش تدارکات زین ما 2 سال پیش روان کردیم. ما باش میگیم که خود 2 سال پیش روان کردیم، ما در 2 سال پیش و یک روز کمش بعد پس دوباره به شما کامنت روان کردیم. جوابمون کامنت کجاست؟ مهم. بالاخره همون پروژه یکی از اون فیزیبل نبود، همون پروژه آب هم از اون کنسل شد مهم. و بالاخره علا بلا بگردن می بود که تدارکات ملی چی جور میکنه، جنجال جور میکنه. و وکیل به مردم وعده کرده بود، از اون نام آمده بود، وکیل شده بود، از مردم رای گرفته بود. مهم. یعنی این سلسله انقسامی بود. ما بر شما میگفتیم که برای ما به تفاوت از پروسایی که شما چی به کی وعده دروغ کرده، تو به مردم چرا وعده دروغ میکردی که ما برات بند وقت جور میکنیم، در حالی که بند او جور میکنه، بند او ضرورت نداره، به سرک اول ضرورت داره. نه مثال براتون میگم. به هر حال اوج خودمی از مردمایی که از ولایت وکیلان که میمدن بازو کت قری دیگه چی میداشنی انچشمی میداشنی، او وکیل در مکتب در قری خود مکتب جور کرده، من چرا جور نمیکنم؟ پیش ما میامد در دو قریه میخواستن لیسه جور کنن، ولی از خود ما میگفتن لیسه از خود یک معیار داره، این قریه چقدر نفوذ داره، قریه چقدر نفوذ داره.
این لیسه چقدر نفر مستفید شوندش یک دانه که شما جور کردین به 5 قریتون بس میکنه بازی خود لیسه است مکتب ابتدایی نیست. نمیگفت به او فلانکه نفر که موضوع سیاسی رو بالا میکرد نه یا نژادی رو یا مثلا م، چی برای از شما منظوری دارین بر من ندادین بر من نمیتین این میگه تدارکات ملی که است این فاسد است خلاص باز میرفتن برای موکلین خودم پایین به مردم میگفتن که ما سر کارتان کردیم و ندوج مردم شیشته نمیکن. یعنی کل از این سلسله هم رابطه داشت. قصه اساسی ده که اینی بود هیچگاه کس به کسی نمیگفت و اونم قصه ظاهر دروغشه برای مردم ده بسیار اموتر گفته یگان تا با امو لعابش و مردم بیان میکرد و مردم تصور میکرد که خب حتما خیلی فساد دینی داره وجود داره. ما تا روزی که بودیم در اون زمان برشان میگفتیم یک دفعه من پارلمان اظهار کرد من یک سپیچ طولانی در پارلمان داشت برشان گفتم که ما از هر قدمی که از هر قلمی که کش کردیم جوابدهی است مهم. سر پروسی کردیم و این جوابدهی برای شما نیستیم که ما برای شما جوابدهی باشیم. این جوابدهی ما برای مردم هستیم. اگر ما یک پروژه را رد کردیم برای مردم به این جوابدهی هستیم به مردم که چرا پروژه رد شده برای کدام مبنا او رد صورت گرفت. خلاصه ریفورمی که ما می آوردیم ریفورم بسیار سنگین بود بر مزاج و بر ذهنیت بسیار از مردم. لذا بس سوالتان بیم که ربط را شما فهمیدین که بین تدارکات و بین مسلک انجینری بسیار یک ربط اساسی اینجا وجود داشت. از اون ربط بود و بالاخره با مسلک تکنیکی که من داشتم که تدارکات الکترونیکی رو باز آوردیم ای پورتال ایجاد کردیم و بعد از اون باز ما یک کار دیگه کردیم. ما دیدیم که متخصصین تدارکات کم است. تدارکات من ایسا علم کس یاد نمیگیره. باز یک انستیتوت آنلاین جور کرده بودیم که یکی از پانتونای انگلستان ما تولیت داشتیم آنلاین ما سرتیفیکیشن میدادیم در بخش تدارکات. در زمان انستیتوت آنلاین ما داشتیم هزارها نفر تقریبا 3.5-4 هزار نفر فارغ شده از اون انستیتوت. در پلیتکنیک دفتر ما بود از بخش از پلیتکنیک گرفته بودیم یک دفتر کار داشتیم در اونجا شاگردان هم حضوری میتونستن درس بخونن هم میتونستن آنلاین. کویت که آمده بخش وقت کرونا آنلاین کلی درس میخوان سرتیفیکیت میگرفت. یعنی این یک بخش دیگه تکنیکی بود. این تنها در بخش تدارکات براتون میگم. در بخش دیگه هم باز ما همین کمیته پروسه ساده می ساخت و پروسه دیجیتال می ساخت که بالاخره هیچ کدامش هیچ کس به علاقمندی نداشت. دیگه من امیدوار هستم جواب سوال شما رو داده باشم به اینکه چی رابطه بین مسلک من و اداره تدارکات ملی وجود داشت. بله بله بسیار زیاد تشکر. یک موضوعی که من بسیار علاقمند به او هستم که به جوابش برسونی است که تکنولوژی دو هدف بسیار عمده را دنبال میکنن، خصوصا تکنولوژی معلوماتی و سیستم ها که تمام موضوعات تکنیکال در بر میگیرن: شفافیت و سرعت پروسه. یعنی هر سیستم که تطبیق میشه این دو تا هدف بسیار عمده دارن. شما در بست بسیار مهم کار میکردین و نتیجه تصمیمات شما تاثیرات بسیار عمده در سایر ادارات داشت. ما دمو سال 2018 در وزارت تحصیلات عالی یک پروژه تطبیق میکردیم که 3 ماژول بسیار عمده داشت این سیستم. یک ماژولش برای منابع بشری بود، یکش برای ریاست پانتون‌های خصوصی بود و یک دیگهش مربوط به تدارکات بود. که بعد از کارهای بسیار زیاد 2 ماژول از لغو شدن. یکی منابع بشری بود که مربوط به خدمات ملکی بود، فکر میکنم مسئولیتش، و یکی دیگه مربوط به تدارکات ملی بود، پروسه تدارکاتی بنا اوی حذف شد. از نظر ما به عنوان یک شخص تکنیکی بسیار قابل درک است که پروسه ها در حقیقت سنترالایز شود، هم موثریتش بیشتر است و هم سرعت را زیاد میکنه و کاهش در مصارف به وجود میاره. سوال ما است که ای در نتیجه تصمیم شخص و یا اشخاص در ریاست جمهوری به شمول نهاد شما معمولا گرفته میشد. آیا رئیس جمهور تصمیم را خودش می گرفت که برادر اینی تصمیم است را باید شما رقم شده اجرا بکنید، و یا که آدمای خاص که اونا یا بک‌گراند تکنیکی داشتن و یا که کار کرده بودن در این پروسه، کسایی را که در اون زمان ما فکر میکردیم که اینا احتمالاً دخیل باشن، طبعا خود شما در تدارکات ملی از احصای مرکزی کسایی که با سیستم بسیار سرکار داشتن، آقای رسولی بودن، آقای هلالی بودن، به خیالم که آقای قیومی بودن از
خود مشاور رئیس جمهور بودن و آقای محیب، نمیفهمم که بک‌گراند کامپیوتر ساینس دارن، اونا چقدر در پروسه داخل بودن. سوال من است که آیا این تصامیم یک جا گرفته می شد که اینمی پروسه باید تطبیق شود و در کل وزارت ها، در کل نهادها باید اپلای شود، و یا ای که یک فرد و یا افراد بسیار خاصتر این تصمیم را می گرفتن به خاطر از اینکه نتایج از این بسیار خوب بودن؟ از نظر ما به عنوان یک شخص تکنیکی بسیار قابل قبول است که چنین تصمیمایی گرفته شود، اما بعض موضوعات از این بسیار تداخل پیدا میکرد. مثلا نمونه که من برای شما ذکر کردم، دو تا پروژه بود، پروژه USAID بودن و یک پروژه از جرمنیا بودن. اونا بسیار کار کرده بودن در تحصیلات عالی، اما وقتی که این دستور از ریاست جمهوری آمد که باید سیستم ها یکی شوند و کمباین شوند با یک دیگر، تمام کارهایی که اونا کرده بودن و او قدر تیمایی که در اونجا کار میکرد اونا کارشان تقریبا هیچ شده بودن. من میخوایم بپرسم که علاوه بر از سوال که پیشتر از شما کردم که کی ها تصمیم میگرفتن، و سوال دومی است که آیا ارتباط با وزارتخانه وجود داشت که بررسی بکنن که برادر شما چی کار میکنین، چی سیستم هایی رو دارین، چی نیاز دارین، چی ما برای شما میتونیم انجام بدیم؟ اینطور است که مرکزی سازی سیستما تا که اول سیستما مرکزی نشه، ایجاد نشه، بعد از او دیسنترالایز شه، برای مردم داده شه، یاد گرفته شه. این یگانه راه تطبیق سیستم است. یعنی شما نمیتونین یک سیستم یک تدارکاتی رو بگیرین شما در 52 نهاد جور کنید یا 64 نهاد دولتی جور کنید، باز بگیم که ما هر نهاد اول برایش یک سیستم تدارکاتی جور میکنیم، باز آخر کل از رو بخیر باز یک جای کمباین میکنیم. نه، یک سیستم تدارکاتی باید جور شه. این وقتی که کل نهادها استفاده از این یاد گرفتن، باز دسترسی برای 64 نهاد یک دهی برای زیاد بشه. این یک موضوع کلان. موضوع دومی که در حکومت افغانستان وجود داشت و تا آخرین لحظه ما هم برای مبارزه میکردیم، ویندر لاکینگ بود. ویندر لاکینگ برای شما بهتر معلوم است، این قبر یک دولت میکنه. ما تا آخرین روز نتونستیم که بفهمیم که چند نفر عسکر داریم، چند نفر پلیس داریم، به خاطر که ما را یک قراردادی که به صلاحیت خود دولت نبود، یک خارجی انجام داده بودن، ویندر لاک ساخته بودن به دست یک نفر دیگر. تمام سوء استفاده که از اون سیستم صورت میگرفت، نامبدیشون به دوش حکومت ما می. به طور مثال تنها از اپدیت سیستم های اوریکل که در وزارت مخابرات وجود داشت که اصلا اون سیستم اوریکل ذرت نبود در زمان و سیستم آودیت شده. شما میفهمین که اوریکل کس استفاده نمیکنه، در مسائل 2017 و 18 کس استفاده نمیکنه. تنها از اون ما میلیون ها دلار میدادیم سالانه مصرف می. این تنها یک بخش براتون میگم. این اوراکل برای کدام چی بودن؟ برای کدام پروسه بودن؟ در بخش‌های مختلف یکی از پروژه وزارت مخابرات. یعنی من براتون میگم که این یک مثال براتون میگم. تنها ویندر لاکینگ سیستم تسکری الکترونیکی که بود و دست یک شبکه مخصوص که بود، ما بر حساب میلیون ها دلار مثلا سالانه میدادیم. یعنی در تمام بخش‌هایی که سیستم های تکنیکی جور میشد، کل پافشاری مهم این بود که برادر بجای از اینکه ایره به دست یک کمپانی جور کنین که یک کمپانی هنوز افغانستان به اون سطح نرسیده. شما بگذارین که اول مردم ایره اوپن سورس داخل دولت ایره جور کنه، ایره تطبیق کنه، کل مردم که فهمید استفاده از ایره یاد گرفت، به خاطر که دیجیتال لیترسی بسیار مهم است. استفاده از مردم استفاده از کامپیوتر بسیار مشکل میکرد. اول که وقتی که فهمیدن، بازبان از سیستم بسیار پیشرفته میشه، دیگه از توان ما میبره، باز میشه که باز به کمپانی بزرگ قرارداد از این انجام بدین، باز ایره پیش برید. لذا این تصامیم بر اساس علایق شخصی گرفته نمیشه، بر اساس مثل که استراتژی رو براتون گفتم، بر اساس یک استراتژی گرفته میشه. که استراتژی مثلا وقتی کمیته استراتژی رو جور میکرد، با ادارات روان میکرد، کسی که نظر نمیداشت، باز میرفت و کابینه، در کابینه بحث میشد. در کابینه تمام وزرایی که اینجا پسان باز داد میزدن اونجا پیشتا میبودن، اونا میدیدن. شورای اقتصادی تمام مثلا وزرا اونجا حضور میداشت. مشکل کلان می بود که وزرا اصلا برشان علاقمند نمی بود این موضوع، فرام پشت گوش میکردن. باز وقتی که سایت تطبیق میشد یک مشکل میشد، باز مشکل به جای از اینکه خودش مسئولیت بگیره که ما والا میبخشیم من می راپور صحیح نخوانده بودم، خود زحمت نداده بودم که در راپور چی نوشته شده، باز میگفتن که من از من نیست، مسئولیت من نیست، از ریاست جمهوری حکم آمدم تو بکنی. کلگیر از ریاست جمهوری میترساندن. لیکن وقتی که از وزیر صاحب پرسان میکردی که وزیر صاحب در فلانکه شورا مثلا این خود تفصیل صحبت شد، 2-3 بار صحبت شد، پیش خودت مینت میتینگ از پیش خودت استراتژی از خودت استراتژی رو خواندی، که کارمندای بحث کردی، گفتی وقتی که پرسان میشد کی نظر داره،
موضوع سیس بیخی سیس کل قصه خوب است. وقتی که باز مشکل تکنیکیش تطبیقیش میشد باز میگه من خوب دخیل نیستم، از ریاست جمهوری آمدم این کار انجام بده. این یکی موضوع دیگه دومش بود. مثلا موضوع سیومی که مثلا در سیستم ها وجود داشت که من براتون گفتم سیستم های پراکنده، اما پالیسی این استراتژی تعیین میکرد، یعنی کنون فرد خاص نبود که مثلا تصمیم گیره. افراد خاصی که شما نام گرفتین این افراد بودن که به خاطر تطبیق از این استراتژی زحمت میکشید و ما این زحمت شبانه روزی میکشیدیم به خاطر تطبیق از این بناه از آن. ما میفهمیدیم قدر از این استراتژی هیچ کس نداره، این چیز کس دقیقش هم نمی بود. لیکن موضوع کلانی بود که تصور صورت میگرفت که به سطح بالای هماهنگی صورت گرفته. یعنی بر شما بهتر معلوم است یک کمیته نمیتونه که از 4 اداره گپ بزنه. بر من یادم ما فقط یک اداره که رئیسش گپ زده بودیم. وزیر بسیار بسیار غمگین بود، بسیار قار بود. باز خودش پس دوباره این موضوع رو جنبه سیاسی داده بود که ریاست جمهوری میخواد که کارمندای ما را، یعنی به خاطر موضوع سیاسی، یعنی مستقیم رابطه کشون داشته باشه و ما را بایپاس میکنه، وزرا رو بایپاس میکنه. زیر سوال ببرن. که اتوریتی ما را زیر سوال میبرند. باز ما دیگه مجبور میشدیم که از اون راههایی که وزیر سه علاقمند است از اون راه ها با پیش بریم، لیکن این مربوط از ما میشد تا چی اندازه وزیر برداشت و توان زیر داشت که پروسه را به پیش ببرد. از تمام پروسه که شما براتون میشه که مثلا اداره احصایی مرکزی که پسان سیستم مرکزی سازی را به پیش بردن، الالی سه به نام گرفتین یا رسولی سه به، یعنی صرفه‌جویی هنگفتی برای حکومت افغانستان صورت گرفت. چون ما در بخش تدارکات بودیم، ما از این سالانه میلیون ها دلار پول میپرداختیم، حتی به وندر نمیپرداختیم، کاش که مثلا به اولی کم میپرداختیم. میفهمیم کد از این پیش یک کمپانی شخصی می بود، جالب به است. خاطر اپدیت از اینکه چطور امیر اپدیت کنه از پیش ما پیسه میگرفتن. یعنی سکیوریتی یک نهاد مهم دولتی در پیش یک شرکت خصوصی بودن پیش و یک شرکت خصوصی بود. تا نمیشه. آخرین روزه تا آخرین روزه حساب پلیس و عسکر ما به دست یک شرکت خصوصی بود. جالب است. ما بر از اونها پول میپرداختیم یه امو اپلیکیشنی نبود که نتلینکس را تطبیق میکردن یا دی؟ که ما نمیخوایم نام بگیریم از یعنی ما نمیخوایم در پادکست خود نام کدام کمپانی خصوصی رو بگیریم، نه که بر از اونها رو ایگنور میکنیم. مثال ساده هم براتون میگم. نه مثلا اما قسم تذکری الکترونیکی به طور مثال امین آیدی کارت که میگن، نه مثلا پیش یک کمپانی بود به خاطر اینکه تنها اپدیت کنه سیستم سرور. مثال دیگه براتون افمیس، خود سیستم افمیس افغانستان در سیستم وزارت مالیه، سیستم پیمنت مرکزی دولت افغانستان، ما به کمپانی میلیون ها دلار پول میدادیم پیش از اون. بالاخره ما خواستیم که لباس خود ما جور کنیم، تا که خود ما جور میکردیم. وقتی که از نفر ما باید دارم رسولی سیت مذاکره میکرد، به نتیجه رسیدیم که از پولی که سالی گذاشته میگرفت یک برده از اون در اصل مصرف از اون نمید. برای ما میگفت ما از کردنشل سرتیفیکیت از این مصرف از است. ما پرسان میکردیم خب کردنشل سرتیفیکیت از کجا میگیری؟ از این کمپانی. چند از نرخش؟ اینه آنلاین قدر است. تو چند فیصد فایده میخوای بگیری؟ 5 10 15 چقدر؟ نه مثلا 1000 یک آدم سرت 1 لک چارج کنه تا مثال من. و هر حال یعنی تصمیم گیری برنامه اول یک سند استراتژی کلان جور میشد، به خاطر تطبیق از او اشخاص می بود که او رو پش میکردن، کوشش میکردن که تطبیق شد. اینا رو هیچ کس از استراتژی نام نمیده. هیچ در کس این قسمت اتکس محترم، قسمت استراتژی همینجا یک سوال پیش آمد برای ما که طبعا یک کمیته بودن، شما کمیته دیجیتال سازی را قبلا یاد کردین که پیش از این موضوعات بودن. بعدنا زمانی که تصمیم به این شد که امی سیستم ها مرکزی سازی شود، کدام کمیته خاص در اینجا وجود داشت که امینا را تدوین کرده بودن و تصمیم گرفته بودن و اگر بودن کدام نهادها بودن، کدام افراد؟ اگر احیانا میخواید نامشان رو ببرین مشکل نیست. نه کمیته همون کمیته بود که من براتون گفتم. باز اینا کمیته پیشنهادات خودن رو روان میکردن. امی مثلا اداره احصایی مرکزی مسئول از این بود که امی تمام سیستم ها رو باید واحد بسازه درست. در تمام ادارات دولتی. باز اداره احصایی مرکزی تو نبود که به صلاحیت خود مثلا یک شخص تصمیم بگیره که در فلان اداره این فلان سیستمش لغو کنه. لیکن اونجا دیده میشد مثلا یک سیستم تدارکاتی میدید که در اداره تدارکات ملی یک سیستم داخلی جور شد، میگفتن پس این با این مدغم میشه. سیستم اچ دولت مثلا می با کمیته با اداره چی است کمیسیون اصلاحات اداری میگفتن مدرسه با اونا یک سیستم جور کردن که با اونا مدغم شد. هر سیستم اینا مپ میکردن. بازی تصامیم این راپور تفصیلی سر از تکنیکی نوشته میشد.
بازی به اداره امور فرستاده میشد. در اداره امور بخشای زیر ابتزی کارشناسی زیر انجام میدادن. بازی میرفت، وقتی کارشناسی انجام میگرفت دیگه نوشته میشد که پروز و کانز که میگنش، خوبی از این کار چی است، خرابی از این کار چی است، با این کار این متخصصین موافق هستن یا نیستن. بعد از او رئیس جمهور اگه لازم میدید به اداره دیگه به خاطر ریویو، یک پیر ریویو یا ترد پارتی ریویو روانش میکرد. اگر نمی بود بعضی تصامیم اساسی باز میرفت یا به شورای اقتصادی یا به شورای منابع بشری که ما داشتیم به اوج میرفت. شوراهای مختلفه برای هر موضوع وجود داشت. بازی موضوع گنجانیده میشد اجندای و شوراهای مختلف. اینمی راپور تفصیلی جمع تمام نظریاتی که اونجا تذکر رفته می بود از طرف کارشناسا در اداره امور، بخشای زیر باز میره به شورای مرتبطش، و شورای مرتبطش باز فیصله میکنه در روز آیا کار صورت بگیره یعنی کار صورت نگیره. اداره زیرفت دو شوراها هر کدام ازش شامل بود، یعنی موضوعی که به اداره زیرفت دو شورا راجع میشد به خاطر از این راجع میشد که اداره زیرفت اونجا شامل باشه دو شورا. اگر شامل نمی بود خواسته میشد، این راپور که شریک میشد خواسته میشد. این چیزی که مثلا ما در تدارکات میکردیم، تدارکات ملی، روزی که ما با کمیسیون راپور روان میکردیم ما نظریات خود نوشته میکردیم فلان که اداره این تدارکات کرده، این پروسش صحیح است، اینش غلط است، اینش مطابق قانون است، ایش نیست، در اینجا ما سوالای تکنیکی داریم، این به لهجه کاری مشکل داره. کل از روان میکردیم به کمیسیون. کمیسیون هم ما رو میخواست هم اداره زیرفت هم میخواست. باز اونجا اداره زیرفت میتونست تحلیل کنه، استدلال کنه که کار ما صحیح است، کار از غلط است. اعضای کمیسیون تصمیم میگرفتن که گپ اداره زیرفت صحیح است یا گپ اداره دیگه صحیح است، یا گپ یا گپ هیچ کدامش صحیح نیست، برای اداره سیومی که ارزیابی کنه. به این شکل بود. لیکن به خاطر از اینکه در افغانستان خاصیت است، هیچ کس به سیستم ارزش قائل نمی باشه و به نهاد ارزش قائل نیست. هر نهاد در چارچوب اشخاص، کسی که نهاد رهبری میکنه در چارچوب از اون میگه. اگر اون نفر خوششان میامد، اما نهادم خوششان میامد، اما کارم خوششان میامد. یا اگر وابستگی سیاسی می داشتن، اما سیستم هم خوبش می بود، اما کارم خوبش می بود، کلی چیز خوبش می بود. اگر از او آدم خوشش نمی آمدن یا بر از او آدم وابستگی سیاسی با اینا نمی داشت یا ملحوظات مختلف بوده، شما خودتان از افغانستان هستید، من بر شما چی بگم، ملحوظات مختلف می بود. وقتی که اونم ازشان نمیداد، باز به خاطر از اینکه این سیستم نامبد شود، همین چی نامبد، سیستم نامبد بسازن، چون نمیتونستن به مردم بیان بکنن که سیستم غلط است. در ارتباط با باز این اشخاص انگشت شمار میکردن، اشخاص باز به نوعی از آنها کوشش میکردن که نامبد کنن که تحت از ما همون سیستم نامبدی سیستم صورت بگیره، به خاطر که سیستم که ثابت کردن نمیتونستن که نامبد است، غلط است کار کردن. در ارتباط با این صحبت شما یک سوال دیگه مطرح هست. من یادم است تو زمانی که مثلا از طرف یک پروژه میخواستیم مثلا یک سیستم را در یک نهاد دولتی تطبیق بکنیم، یک از کلانترین چالش ها پیش روی از سیستم ها همکاری آدمایی که قرار بود از سیستم استفاده بکنن، همکاری از اونا بود. به اصطلاح ما چینج منیجمنت که میگن، یک مشکل بسیار کلان بود. مثلا ساختن یک سیستم زیاد مشکل کلانی نیست، اما کلانترین مشکل تطبیق از این سیستم و همکاری آدما به این سیستم است. به خاطر از که اونا به نحو فکر میکردن که یک تطبیق از این سیستم ممکن است که اونا را در وظایفشان کدام خلل وارد بکنن و منافعشان در خطر بندازه. با دومی است که مسائل مثل شفافیت و فساد و مسائل که درگیر بودن و نمیخواستن که دو کار از اونا خلل وارد شن. یعنی این دو تا از مشکلاتی بودن که ما بسیار به روبرو شدیم. شما در ارتباط اگر کدام قصه دارین، کدام تجربه دارین، میشه که بیان بکنیم. نه، به همراه شما بیخی موافق هستم. از اون خاطر در سطح بالا ما میخواستیم این سیستم رو تطبیق کنیم. سیستم با که باز میگفتن از ریاست جمهوری آمده کرد، در حالی که تو نبود. ما سیستم رو کلش روت میکردیم، لیکن کوشش از این مایه بود که یک شورا، یک فصله شورا وجود داشته باشه در تطبیق یک سیستم، که حداقل برای از یک ماهیت تطبیقی بده، یک موضوع تطبیقی بده، ورنه غیر مردم تطبیق نمیکنه در پایان. و بسیار گپان بود در پایان تطبیق نمیشه. در مورد قراردادات ده ها قرارداد که حتی کمیسیون فیصله میکرد که باید نشه، در پایان تطبیق کردن نمیتونستن مردم. یعنی از این موضوعات چند چیز، یعنی ابعاد مختلف داره مثل که شما گفت. یک بود از خود از این استاتوس کو که میگن در منیجمنت، کارمند هم عادت کرده بود و اون رقمی که پروسه ادامه یاد داشت، امو کار 20 سال اون رقم انجام داده بود. میگفتی که نمی کارتا بجای از اینکه نان تو میخوری این تو بخور،
اینا میره عادت نداشت که تو بخوره. اون رقم دیگه عادت کرده بود 20 سالگی برش میگفتی ای تو بر خطا میشه. باز به خاطر از اینکه بر خطا میشد که نمیفهمید که این پروسه رو چطور تطبیق کنه، باز کوشش میکنن که پروسه رو نامبد کنن، بگن که خب این پروسه کار نمیکنه. ما سیستم تدارکات الکترونیکی جور کرده بودیم، ادارات دو پروژه اپلود نمیکردن در سیستم. میفهمید چرا باز هر کس پرسان میکنه این پروژه خصوصا پیش تدارکات است، به خاطر تدارکات یک سیستم جور کرده و کار نمیته سه سیستم. باز ما متخصص داشتیم، در هر اداره متخصص داشتیم، برای هر اداره یک نفر تعیین کرده بودیم، اکانت منیجر او ترند دیده بود. باز میگفتیم خب در کجاش مشکل است که تو میگی که این کار نمیده. این در تمام سیستم ها بود. این یک بخشش است. بخش دوم از این طبعا موضوع فسادش بود که مردم که هر چقدر سیستم دیجیتال میشد، آپدیت میشد، به مردم پروسه برملا میشد، علیه ازی مردم هم کسایی که مغرضین می بودن و مفسدین می بودن علیه ازی طبعا قد علم میکردن و نمیخواستن این پروسه تطبیق شد. یعنی اینجا یک خلل از این نقطه نظر وجود داشت. البته در تمام ادارات نه، بلکه یعنی در تمام پروسه گفتن نمیتونی که چیز وجود داره، لیکن یا یک بودش بود که وجود داشت. این موضوع دیگه است که در تطبیق از این سیستم ها مثلا خلل وارد میکرد. موضوع سوم موضوع خود دیجیتال لیترسی است. یعنی سواد دیجیتالی که مردم از اون سیستم استفاده کنند. اکثرا چیزایی که در افغانستان مد نظر گرفتن نمیشد بود که مثلا یک سیستم رو جور میکردن، بعد از او باز به خاطر از اینکه اون سیستم قابل تطبیق شد یک نفر دو ترینینگ نمیدید، یا چند نفر محدود که ترینینگ میدید، باز اون نفرها بورس میرفتن کدام مملکت خارج، یک جای دیگه شیشته میبودن، جایش وقت خالی میشد، ترینینگ هم سر از اون مصرف، پیسام سر از اون مصرف میشد، نفر باز میرفت دیگه. هم قصه واقعی میمون. بزرگترین مشکلی نمیمی نهادهای خارجی هم تو میکردن اکثرا یک سیستم جور میکردن، یک سه چهار نفر ترین میکردن و سه چهار نفر مردم های لایق میبودن، ترینینگ میدیدن، یک سال میشتن، بعد یک سال بعد بفهم جای دیگر رفته میبودن، سیستم مونده میبود که تک آدمی که و بیچاره چون کدن نتوری یاد نداشتیم. یعنی یک یعنی کانسیستنسی، یعنی تداوم استفاده از این سیستم وجود نداشته اداره. یکی از چالش‌های دیگه بود که اینجا وجود داشت. مثلا کاری که ما در تدارکات کردیم یا در اداره احصایی مرکزی که صورت می‌گرفت بود که مثلا وقتی که یک نفر تربیت میشه، مثلا در سیستم آموخته میشه، آیستا آیستا یک اینستیتوت وجود داشته باشه که مردم آموختنده بره. تنها امور نه، نفر دیگر از دیگر یافت. ولی مثلا ما در تدارکات سرجم کل کارمندا در ریاست ها از 900 نفر زیاد نبود که ضرورت ما می داشتیم، مثلا 3,500 نفر ما ترین کرده بودیم. این نمی باشه دیگه، این نمی باشه دیگه، یعنی تو ضرورت نباشه که ما باز بیشتر باشیم پیش یک جایی که هیچ کسی درش وجود نداشته باشه. پس آموزش از این با منابع داخلی ما بسیار مهم بود، نه با منابع غربی. منابع غربی خب بر شما بسیار معلوم است، نه؟ پول گزاف دولت افغانستان هم سر از این مصرف میشد. نه یک سیستم جور میشد $1,00,000، باز به خاطر ترینینگ از او $5,00,000 دیگه به مصرف میرسید که یک 4-5 نفر باز میبردن سر یک کشور خارجی، در هندوستان هم کم از کمش هندوستان میرفت، با صاحب اونجا یک 10 روز اونجا می بود و طلای لوکس و صاحب دیگه به خاطر چی که یادشون بده که نیست چطور پچق کنی، صاحب باز اینجا چطور کلیک کنی دیگه. شما خودتون بهتر از او دولت با خبر هستین. یعنی دیگه این یک چیز دیگه بود. یعنی ما خواستیم که در این موضوع صرفه‌جویی هنگفت صورت بگیره که دوج دیگه نریم. شما و بر شما بهتر معلوم است از روزی که دوره آخر جمهوریت آمد تقریبا بسیار سفرهای خارجی کم شد، ترینینگ ها تقریبا بیخی کنسل شد، اصلا ما این تدارکات فایننسینگ نمی‌کردیم به خاطر که ما می‌دیدیم که تالنت و لیاقت داخل مملکت وجود داره. یک استاد بسیار نابغه وجود داره که میتونه که این مردم در اون سیستم چی بده تدریس کنه. اینا روان می بودن کجا میریم، هندوستان میریم، ازبکستان میریم، کجا میریم که ما ترینینگ میگیریم. اون کلش سیل ساعتی می بود دیگه. امی این تجربه ما بود از این تطبیق سیستم. تشکر. تکسه محترم، این بخش تدارکات گرچند موضوعات بسیار زیاد است و قصه جالب است، بسیار ادامه میتونیم داشته باشن. اگر در این قسمت یک جنبندی بکنیم که اگر آمار پیش شما باشه و یا که امیر خلاصه برای ما بگین که ما شما در مورد بودی تکنیکیشون صحبت کردیم، در مورد صحبت کردیم که چطور از مواردی مثل فساد و سوء استفاده و تأخیر در پروسه ها جلوگیری میکردن سیستم. اینطور آمار پیش شما هست که بعد از تطبیق سیستم مرکزی چی مقدار صرفه‌جویی در پروسه های تدارکاتی صورت گرفتن؟ یک و دوم، آیا کدام تایملاینی برای پروسه های تدارکاتی از روزی که اینا شروع به کار میگردن تا زمانی که اینا ختم شدن، کدام تایملاینی در سیستم وجود داشت و اگر اون تایملاین پوره نمیکردن یا کراس میکردن چه اتفاق میافتاد؟
هم تایملاین وجود داشت. تایملاین نه تنها که ما در کدام اه، منشور داخلی خودمون نوشته کرده بودیم که پیش خود ما می بود. یعنی در تدارکات کاری که ما میکردیم که بسیار مردم از او خوش بودن این بود که ما هر پروسه داخلی خود من حیث پروسیجر حقوقی ساخته بودیم که اگر کس از او عدول میکرد بر شما بهتر معلوم است وقتی از پروسیجر حقوقی کس عدول میکنه در ادارات تفتیش میره و سارنوالی و دیگه موضوعات جرمی پیدا میکنه. یعنی ما پروسیجر تدارکات جز قانون تدارکات ساخته بودیم که جنبه حقوقی داشت تطبیق از تمام پروسیجرهای داخلی خود من حیث اسناد حقوقی ساخته بودیم. کس از او عدول میکرد به این معناست که یعنی تو نیست که مثلا از یک پروسه داخلی داری عدول میکرده. چون مپینگ از اینکه در چند روز یک چیزی تکمیل میشه و از کجا شروع میشه و به کجا میره و چند روز در اعلام میره تمام از وجود داشت. یک روز همین قصه زیاد شد که سیاسیون شکایت میکردن که تدارکاتی بند مونده. من یک روز یک تیبل جور کردم و یکی از شوراها پرزنت کردم مقایسه تدارکات افغانستان کت بانک جهانی و کت بانک انکشاف آسیایی بود. باز من به بانک انکشاف آسیا و بانک جهانی روان کردم، اونا هم میره تصدیق کردن. یعنی ما تقریبا بیش از 1/10 حصه وقت را میگرفتیم که بانک جهانی برای یک پروژه تندرینگ یک سرک میگیره. نتیجه ما موثرتر و خوبتر بود. ولی خود بانک جهانی قبول کرده بود این موضوع. یعنی این موضوع وجود داشت از نقطه نظر تئوری، از نقطه نظر تطبیقی هم وجود داشت. لیکن اون خوب که چطور بازی بر مردم رسانده میشد تو موضوع کاملا جداگانه است که ما دو همیشه ناکام می بودیم و مردم رسانده نمیتونستیم که این کار به شما نیفتاد. در تدارکات ملی تا روزی که من برآمدم تقریبا چیزی که ما تونسته بودیم چک کنیم خودمون حسابش کنیم در حدود 980 میلیون دلار صرفه‌جویی صورت گرفته. یعنی از ویستی که ما تونسته بودیم جلوی این که پسان چقدر حیف و میل پیسه که پس پشت این پروسه باعث از او شده بود که برای ما معلوم نبود. یعنی ما نتونسته بودیم یادداشت کنیم و موضوع کاملا جدایش است. این 980 دایرکت سیوینگ بود که ما از تدارکات ملی کردیم. در حدود سابق یک قرارداد ما باید دارم کلانترین قرارداد در حکومت‌های گذشته تقریبا می‌فهمید 2 ورق 3 ورق هم می‌بود. terms conditions معلوم نمی‌بود و شما با یک جنجال حقوقی که یک کمپانی راجع می‌شدین هیچ کیسی نبود که دولت افغانستان ببره. حتما سکتور خصوصی می‌بود. من نمی‌دونم سکتور خصوصی چرا می‌بره. یعنی از دست ازی می‌گفتم به خاطر که هیچ چیز واضح نبود قرارداد. دومی که شرایط قرارداد معلوم نبود. مامور قرارداد میگرفت در جیب خود میمون. قراردادی که پیشش میامد یعنی شرکت ها به این معنی نبود شرکت ها مفسد بودن. شرکت ها می دولت مفسد ساخته بود. کارمندای دولت شرکت مفسد ساخته بودن در اصل. نه خب اصلا خب فساد خود یک جانبه صورت نمیگیره که یک طرفش مفسد است. خود حتما شرکت که پیشش میرفت نفر برش نمیگفت که قصد کجاست. نه اصلا عدول کردی از فلان کم ماده قرارداد عدول کردی سر تنق جریمه میه. و اینا اگه جریمه رو نمیخوای قدر بدی خیلی راه دیگه زیر میز وجود داره که واسه خیلی جریمه رو کم کنه. ما چی کردیم به خاطر از اینکه هر دو جانب به قرارداد واقعی عینی و تمام مردم که چی در قرارداد وجود داره ما این قرارداد رو نشرش شروع کردیم. ما 4,500 قرارداد نشر کردیم. این به دسترس عام مردم بود با تمام تفصیلاتش که چی در داخل قرارداد است. یک نفر عادی در قریه میتونست ببینه که پولش تا کجا رسید و این کار میدیا شروع کرده بود. خود رسانه‌ای که واقعا وطن می‌خواستن خدمت کنن قراردادها رو میگرفت. بیش از 3,500 4,000 نفر ما ترین کردیم در بخش تدارکات در بخش‌های مختلف. تدارکات الکترونیکی به وجود آمد. انستیتوت تدارکات ملی ایجاد شد. انستیتوت واضحی که کارمندان به شکل آنلاین و شکل فیزیکی چی میکردن ترینینگ میدادن. یعنی کارهای نهادینی بسیار زیاد صورت گرفتن. کل از این مشکل است که من شما بگویم شما من نگفته بودین که به تفصیل ما سر تدارکات گفت می‌زنیم. امروز بحث پادکست جالب رو بود. سر من خواستم گوش تازه مصنوعی بود دیگه. ورنه من براتون ارقام به شکل دقیق میتونستم بگم که این چیزایی است که در ذهن ما فعلا وجود داره از ارقام صرفه‌جویی، نشر قراردادها، ساده سازی پروسه ها. مثلا سابق روزی که ما تدارکات رفتیم و یاد دارم یک قرارداد سرک را که اینا انجام میدادن مثلا 2 سال و 3 سال هم تدارکاتش میگرفت وقتی که از دونر فندد می بود بیخی یعنی زیادتر میگرفت. یعنی ما تندازی را پروسهش مپ ساخته بودیم که یعنی تنها بخشی که تدارکاتش بدون از اینکه در چند وقت اعلان تیر میشد از 120 روز بالا نمیره. ما ترک میکردیم پس دوباره گزارش میدادیم.
جمع اعلان، البته در اعلان دیگه اون باز نظر به این بود که چند دفعه اعلان میرفت، 3 ماه اعلان میدادن، 1 ماه اعلان میدادن، هر چقدر که اعلان میدادن. درست. بسیار زیاد تشکر. متکس محترم، زنده باشین. عبدالقاطی صحبت کردیم در ارتباط با بکگراند کاریتان. اگر میخواین در زمانی که شما به عنوان سرپرست اداره امور کار کردین، کدام چیزی میخواین اضافه بکنین یا کدام موارد خاصی در پروسه کاری در اونجا ایجاد کردین، میخواین صحبت کنین، در خدمت هستم. ام، در هر جایی که ما کار کردیم فقط پروسه اساسی ما این بوده که اه، امور اداره سیستم محور باشه، شخص محور نباشه. در اداره امور هم که من کار کردم به شکل موقت که اونجا من چند وقت سرپرست بودم تا که رئیس نهاد اداره امور بیه، کل پافشاری ما این بود که یک سیستم وجود داشته باشه. سابق چرا هم سیستم بود که در اداره امور اه، به جای از اینکه مثلا یک نفر بخواین نامبد بسازن، یک وزیر یک رئیس یک کسی دیگر، باز یک آدم میرفت درش یک جای شکایت نوشته میکرد. اداره امور یک ریاست شکایت داشت. صندوق شکایت من. آه. باز میرفتم اونجا شکایت نوشته میکردن، باز شکایت سر که میامد، باز دیگه اونجا یک شبکه می بود که باز پوش میکرد باز می آورد سر مقصد میخواست تا میز رئیس جمهور می شکایت برسن سر فلان که وزیر سر یک شکایت آمد. اه، یعنی یک کلان قصه بود در اداره امور. ما که آمدم بر ما آوردن که یک ورق کارشناسی صورت گرفته که سر یک وزیر سه یک شریک حقوقیش، یک شریک تجارتیش دعوا کرده. من گفتم خب ایره برای اداره امور چی و ایره برای رئیس جمهور چی که موضوع مثلا تا اونجا برای گفت سر وزیر سه دعوا صورت گرفته. گفتم وزیر است سرش دعوای تجاری صورت گرفته، در حال نیست از سابقش که چون تجارت پیشه بوده. ایره را راجع کنیم به محکمه تجارتی که هر فیصله کرد اون فیصله دولت افغانستان است. اگر مجرم دانست وزیر مجرم است، ما برای رئیس جمهور گزارش میدیم که وزیرت مجرم واقع شده، سابقه جرمی پیدا کرده، پس ایره برطرف کنیم. اگر نیست تا که قصه هنوز در محکمه نرسیده، اونجا یک نهاد وجود داره که سر از این تحقیق صورت بگیره، این نمی رساندن از این تا میدیا و تا می بالا چیست؟ منظورتان مقصدتان چی است؟ کل مقصد اینی بود که از وزیر بخواین چطور پیسه زیاد بکنن، نه اون شریکش نامبدت میکنیم، نه بازو بیچاره میگه خب بلدومش که از این شکایت دیر شد بیا ما دیم پیسه معامله تجارتی که موضوع کردیم که من قرضدارت هستم 1 لک نه 2 لک میتونم خب بیا از این چی دیرش. این قصه وجود داشت. چند نفر با هم دست یک جای میشدن یک آوازه پخش میکردن در فیسبوک فلان که سفر رفته که خود مثلا 50 میلیون دلار برده. باز ایره در فیسبوک نشر میکردن پخش میکردن، باز گروپ وجود داشت، باز زیاد نشر میکردن، ای باز زیاد لایک هم میگرفت دیگه میگرفت. بازی چی میشد؟ بازی در بخشی که یک بخشی از ریاست جمهوری بود که نظارت بر رسانه ها می بود و رسانه اجتماعی می بود، باز اونجا دیگه افراد می بود که باز پشت میکنن که صاحب امین پست بسیار چی میشد رد و بدل. با سرازی صاحب یک کارشناسی صورت میگیره، باز میرفت پیش رئیس جمهور، باز رئیس جمهور بخواستن تشویق کنن که راجع کنن سالن والی سرازی یک تحقیق صورت بگیره. سر یک آوازه جعلی میخواستن که مثلا سالن والی سر از آدم تحقیق کنه، باز سر از گزارش میامد 4 ماه 5 ماه از آدم دی زایی میشد که یک آوازه فیسبوکی رو یک اتهام سرشون وارد میشن، اتهام واهی. یعنی شما فهمیدین که مثلا به خاطر از اینکه کسایی که ریفورمیستا بودن چگونه اینا را از این پروسه به شدت که روان بود، می انجن شدت دولتی که به خاطر ریفورم روان می بود، این چگونه بتی بسازن. اونا میفهمیدن که اینا نه مجرم میشن نه دیگه میشن، حداقل پروسه رو چطور بتی بسازن، چطور کردیبیلیتی از اینا را، یعنی هویت، یعنی صلابت از اینا در مقابل مردم پایان بیارن تا این اندازه. و کل قصه چی بود؟ آوازهای فیسبوکی. مثلا من که اداره امور رفتم، کارشناس که برای من مثلا موضوعات میورد، سر فلان که در فیسبوک تو نوشته، سر فلان که فلان کی ریزه کرده، سر از این فلان کی شکایت کرده. من گفتم همه زیر است، هیچ کدوم. برای هر کدام از این اداره مربوطه دولتی وجود داره. محکمه تجارتی فیصله خود بکنه، باز فیصله بیاره برای رئیس جمهور، به اداره امور بیاره، برای به اداره بعد از بیاره، برای به اداره باز بیاره. این پروسه بود که اینجا طبعا بر شما بهتر معلوم است دیگه، کما که اینجا چی پیدا میشه. اینجا باز آوازهای ناق منداختن، یکی میگفت که خب معلومات نمیگذارن که رئیس جمهور به دست به منابع دستاول دسترسی داشته باشه. باز ما شما میگفتیم که منابع دستاول نیست. این به این معنی است که شما یک نهاد دولتی را که رئیس جمهور در رأسش هست، این شما میخواین اغوا کنید در اصل. با چی؟ با تخیلات افاقاتتان. این خو منابع وجود داره در دولت ما، به خاطر از دیگه مردم باش میگیرن.
اول او تحقیق خود انجام میده و صورت میگیره، باز بعد از او کار صورت نگرفت، با سر فیصله ازی خودت میتونی شکایت کنی پیش رئیس جمهور یا پیش اداره امور، نه پیش رئیس جمهور بلکه پیش اداره امور. لیکن به این اندازه که هنوز تو هیچ پروسه رو طی نکردی و میای میگی که صاحب فلان کی را، یعنی باز بر از اون میگم که نه من شکایت ما دادم اینا، یعنی چطور میبینی قصه چطور پیش میبره. اینمی آوازهای فیسبوکی را بازی که میدیام شریک میکردن، باز میدیا پیش از پیش برات اول میداد، خبر میداد که نه سر فلان کسا برنامه اصلی دیگه سر ازی باز تا که تو رو شفاف میکنی که برادر یه تو نیست تو از پسر یک سه چهار ما رو در بر میگرفت. چیزی که در اداره امور کردیم کوشش از ما اینمی بود که خلط این پروسه صورت نگیره. هر چیز که مربوط هر کس از بره اون نفر بره، اون صاحب نظر است، یک وزارت جور شده به این موضوع، اون وزارت به اون موضوع جور شده، اون موضوع پیش. دیگه موضوع ازی بود که بسیار چی وجود داشت، تداخل وظیفه‌ای. در اداره امور من کوشش میکردم تداخل وظیفه‌ای کم شد. سیستم سازی بود کل وزارت ها میکردن. طور مثال تدارکات بود، بخش منابع بشری بود، موضوعات مالی بود، هر کس در هر چیز لگیانی بود و هر کس در هر چیز کار مشابه در اداره یک جای لگیانی بود پیش می. در این بخش ها زیادتر کوشش کردم، خصوصا در بخش های سیستم سازی که هماهنگی زیادتر بیشتر ایجاد شود، اداره مشخصش معلوم شود، اداره همکارش معلوم شود، کسی که سرتون نظارت میکنه معلوم شود و این در چارچوب فرمان های حقوقی آورده، یعنی یک جنبه حقوقی داشته باشه تا به اینکه یک موضوع سلیقه‌ای و موضوع فردی باشه. مدت کوتاه بود که من در اونجا بودم، یعنی میام یکی از بخشایی که مربوط سیستم سازی میشد که من انجام دادم این کار کردم. بعض تداخل‌های وظیفه‌ای بین اداره امور و شورای امنیت بود و اصلا من نمی‌فهمیدم چرا اونجا وجود داشت، او ما ضرورت نبود که اداره امور می‌داشت دادیم. در خود اداره امور سه چهار ریاست بود که به خاطر سیاسیون بزرگوار جور شده بود، سابق به خاطر بزرگوارا رهبرای کلان جور شده بود و حقوق معاونیت‌ها رو کلش حلقه کردیم، رو کلش از بین بردیم. به خاطر یک بحث هر کس چی میشد باید معاون از اون چی هم می داشتین دیگه برای اونا. فرزند هر مجاهد بزرگوار، هر زورمند بزرگوار لیست مشرعی از مشاورین وجود داشت، او را هر کدام از اونجا مشاور بودن، بزرگوارای بودن که اینا پول میگرفتن از اداره امور ماهانه، پول دسترخوان میگرفتنش، پول دسترخوان میگرفتن، باز ما حساب میکردیم کدشون، حساب که میکردیم سرشون بد میخورد که تزی آدم میگفت تو حساب میکنی، تو نمیشرمی که تو یک آدمی که جوان که از یک آدم رهبر کلان تو حسابی میکنی. من میگفتم خب این پیسر که از من میگیرید من حیث پول دسرخان فلانکی آدم بزرگوار ایده کجا به مصرف میرسه؟ بله برقش نکمیشه قرضدار است، بله هوش نامده نیست وجود نداره، سرکش دولت جور میکنه. چقدر خودش در مملکت هیچ تشریف نمیداشته باشه، کدام دسرخان؟ یعنی دسرخان چی؟ اسکرش مصرف دولت مفت است، پیسه ماش اسکر دولت میده. امی از کدام دسترخوان مثلا نمی پول گرفت برای کدام دسترخوان داده میشه؟ با دسترخوان داخلی یا با دسترخوان خارجی؟ فردی که نه کدام مقام دولتی است نه خدمتی برای افغانستان در حال حاضر انجام میده بدون هیچ دلیلی باید پیسای هیچ. همش مهم، همش مهم. در حال ازی که باز مقاومت میکردین باز شما آدم بسیار خراب میبودن، باز میگفتن که شما میگفتن که مداری رو نمیفهمید، باز هم بسیار میبینید یا دوام نمی آوردیم در ریفورمستا زیاد دوام نمی آورد. بسیار زیاد تشکر تکیس محترم. گرچند این موضوعات ما بسیار یک بخش کوچیک از می پادکست در نظر گرفته بودم، من خود از یک سال چند دقیقه در بر گرفت. موضوعات بسیار جالب است، در ارتباط با موضوعات مختلف ما شما صحبت کردیم. منتها تاکید ما بیشتر روی مسائل تکنیکی بود که در بک‌گراند چه اتفاقاتی می افتاد وقتی که مردم نتیجه مسائل رو می دیدن. مسائل بسیار زیاد ماندن. چیزی که من فکر میکنم که در این پادکست احتمالاً فرصت از این وجود نداشته باشه که همه از اونا رو صحبت بکنیم. چند چیز برای من بسیار مهم است و من فکر میکنم این مسیری را که شما طی کردین نه تنها برای آدمای تکنیکی مثل من بلکه برای کسایی که پس از سقوط دولت قبلی متضرر شدن به نحوی به کشورهای بیرون رفتن و به شرایط خود با شرایطی که در کشورهای میزبان است وفق دادن اقتدارشان قرار است که ساکن شه و شرایط و
وضعیت فعلی را بپذیرند. چیزی که از مسیر کاری شما برای ما بسیار مهم است که یک فرد که در یک وظیفه فوق‌العاده سیاسی، اداری، تدارکاتی کار کردن، چطور یک بارگی، یعنی نه به یک بارگی، بهتر است که سوال خود به این رقم تغییر بدم که چطور از یک وظیفه کلان مدیریتی رفتن به یک وظیفه فوق‌العاده، به یک رشته فوق‌العاده تخصصی. به خاطر از اینکه موضوعات مثل AI، ماشین لرنینگ و دیتا، حتی برای کسایی که مثلا مثل من کامپیوتر ساینس خوندیم، من بعض وقتا فکر میکنم بسیار مسائل سنگینی میکنن. با وجود از این که ما در این قسمت کار کردیم، تحصیل کردیم، مسائل بسیار پیچیده است، اما برای یک فرد مثل شما که وظیفه مدیریتی داشتین و در این مسیر قدم گذاشتین و تا جایی که ما با شما صحبت کردیم بسیار در این قسمت زحمت کشیدین و آدم توانایی هستین، یک موضوع بسیار جالب است. در ارتباط با این من میخواستم که صحبت بکنم و موضوعات مربوط به دیتا ساینس و ماشین لرنینگ است. کسایی که میخواین در این رشته بیاین و آینده این رشته چی خواهد شد، که بحث های بسیار تکنیکی است. یک بحث های هستن کاملا با موضوعاتی که ما شما صحبت کردیم متفاوت است. اگر شما فرصت داشته باشین یک برنامه دیگه ای را در هفته و هفته های آینده در ارتباط به این داشته باشیم، من فکر میکنم بسیار خوب خواهد شد، اما بستگی به فرصت شما دارن. درست است. اگر شما میخواین که پادکست همینجا تکمیل کنیم، میشه تکمیلش کنیم. به این موضوع میشه که هفته دیگه بپردازیم. دقیقاً گپ خوب است، به خاطر از اینکه موضوعات بسیار تکنیکی که ما شما قرار بود در ارتباط با او صحبت کنیم و در اول پادکست هم به او اشاره کردیم کاور نشدن. ما شما در ارتباط با مسائل بسیار خوبی صحبت کردیم در ارتباط با تجربیات شما، که برای کسایی که ویدیو رو میبینن میتونن بسیار مفید باشن و درس بگیرن. چیزی دیگه ای که در ارتباط با موضوعات که میخواستیم با شما صحبت کنیم در حال حاضر به ذهن من نمیرسن، و اگر شما کدام جنبندی تا به فعل نه در ارتباط با مسائلی که صحبت کردیم داشته باشین، ما در خدمت هستیم. در غیر صورت برنامه خود در اینجا ختم میکنیم و باز ادامهشان را در ارتباط با موضوعات دیتا ساینس، ماشین لرنینگ و ای آی بر جلسه بعدی میمانیم. قرار بود که موضوع می پادکست ما امی ای آی باشه. خب قصای دیگه طولانی است. یک بخششان در بود. صحبت کنین عجب صحبت کنین، هنوزم باقی مونده، میتونه باشه، میتونه بسیار صحبت کنیم در موضوعاتش. انشالله سر ای آی و دیتا ساینس میشه که هفته بعدی هم صحبت بکنیم. چطور به این مسلک ما رو آوردیم؟ من بهتون گفتم مؤسسات شول وجود داشت و چیزی که ما در افغانستان از او میشه به اون مشکل ما برمیخوردیم و دیتا بود. اگر ما دیتا driven decisions که میگنش، اگر تصامیم بر مبنای دیتای واقعی همیشه در حکومت ها، در ادارات، در تمام بخش های زندگی ما، حتی در زندگی شخصی ما، اگر بر اساس ازمی تصامیم گرفته شود، طبعا و تصامیم بسیار منطقی و تصامیم بسیار واقعی بینانه باشه. چیزی که حکومت ما را اکثرا به مشکل روبرو میساخت و اکثرا باعث ناکامی نظام ما شد، تصامیم کلان سیاسی دیتا driven نبودن، بر اساس دیتای واقعی هم داده های اساسی که از بین مردم وجود داشته باشه این نمید. اکثرا ازی دیتا مانیپولیت میشد، اکثرا دیتا از جایی که برای حکومت افغانستان میرسید کل از او گفته یگان تا در قالب میس انفارمیشن و دیس انفارمیشن و همو از نقطه نظر تکنیکی باید بگم لایزی دیتا بود نه؟ که او همو انالیتیکس انالیزیس که به اساس از او صورت میگرفت اون رو واقعی بینانه نمیست. یعنی این نه تنها دیتا در تمام ابعاد زندگی رول و نقش خود داره، چی در بخش مدیریت شما باشین، در هر بخش باشه. بعد از که حکومت افغانستان سقوط دیگه، همه دمو زمان با ادارات بین المللی همکاری می داشتن در بخش دیتا. یعنی تو نیست که مثلا نه با دیتا رو آورده باشیم، بسیار بسیار قدیم کار میکردیم در بخش دیتا و دیتا ساینس و علاقمندی ما وجود داشت. بخش استاتستیکس و بخش مثلا اولین بار من یک مقاله نوشته کرده بودم سر سینن که نه آمده بود، کنولوشنال نیورال نتورکس، مثلا بسیار جالب بود برای من، سر از این کار میکردیم. به هر حال سر از او باز میشه که هفته بعدی صحبت بکنیم. لیکن ما براتون میخوایم بگم که اینمی
علاقمندی از اول وجود داشت بخش دیتا. بعد از که ما حکومت سقوط کرد مجبور هستیم به خاطر از اینکه زندگیتان را پیش ببرید از یک مسلک بالاخره شروع کنیم. در کشورهای غربی به مسلکی که من خوانده بودم چی انجینری بود و چی تدارکات بود، در هر کدام موضوع قدر علاقمندی زیاد و قدر کار زیاد وجود نداشت. انجینری به شما بهتر معلومه کشور کلش آباد است. دیگه انجینر هم که میشدین شما زیاد که شما رو میگرفتن در حفظ مراقبت کار میکردین دیگه، یعنی اپریشن مینتیننس اکثر کار میشه. بخش تدارکات برای شما بسیار واضح است. کشورها اکثر پیشرفته هستن، تمام اون چیزایی که ما آرزو داشتیم در وطن خود تطبیق کنیم دیگه تطبیق شده. سیستم دیجیتال وجود داره دیگه. یک آدم کار داره کنه سیستم آپریت کنه، یعنی کدام علاقمندی خاص دیگه درش وجود نداره. فقط من تانستم در بخش دیتا یک آینده خوب را اینجا ببینم و از اون خاطر اما مسلک خود در اون بخش دیتا ساینس اما کاروبار خود شروع کردم دیگه. بعد از تکمیل چندین سرتیفیکیشن که باید امتحان میدادم، باز امتحانا رو سپری کردم و دیگه در 12 بخش به کار آغاز کردم در ادارات مختلف دولتی هم در اینجا و در مختلف ادارات مختلف خارجی که خارج از انگلستان هستن. مثلا من هم کار ماندم برای دویچه بانک من سینیر ای آی ساینتیست، مثلا کده HSBC سینیر ای آی ساینتیست، مثلا کده خود دولت بریتانیا در بخش که کوالیتی کمیشن کمیسیونایی که نظارت بر صحت میکنه در بخش های مختلف کار کردم. بازی میشه در بخش جداگانه رو مورد ارزیابی قرار بدیم، لیکن من فقط خواستم که لینکش وجود داشته باشه که دیتا و تصامیمی که بر مبنای دیتا صورت میگیره این در تمام ابعاد زندگی نقش بارز خود داره دیگه. چی اگر شما مدیر باشین، چی کدام جای رئیس جمهور باشین، چی یک متخصص بسیار فقط مشخص به یک بخش باشین، حتی چی در داخل خانواده و فامیل باشین، یعنی بسیار موضوع مهم است دیگه. یه خلاص جنبندی از اون سیر طولانی را که ما از بخش انجینری آمدیم تا به دیتا ساینس، از انشاءالله ادامه خواهد داریم. بسیار زیاد تشکر از شما آقای هوتکی. باز موضوعات مربوط به دیتا ساینس و آی و موضوعات مسلکی را در جلسه بعدی ما شما در بخش دوم پادکست دنبال میکنیم. تشکر از شما آقای الهام عمر هوتکی، رئیس پیشین تدارکات ملی و سرپرست اداره امور. تشکر از شما. زنده باشید. تشکر. زنده باشید. زنده باشید. زنده باشید.